لک همیشه تابم دادی از اول زندگی عذابم دادی. مهاجر زن تاجیک بعد فرار از تعقیب پلیس عذاب و مشکلات خود را با این دو مصرع تصویر کرده است. وی و همراهانش در کرسنر از یک رید پلیس گریخته اینجا پناه بردند. 3 ساعت شدم اینجا گشتیم. 10 کسامونو بردم و کار اومدگیم پولیا. از لای در اومدیم، آب در اومدیم، درونی درختای خوردار در اومدیم، گریختیم. پارتینکه همو در رید کند همه. این زنی مهاجر نمیخواهد چهرش را نشان بدهد. در یکی از کشتزارهای کرسنر کار میکند. میگوید از ترس پلیس به خوابگاه برگشتن نمیخواهند. اینجا لیس جانکو در عذاب مردم. شدید شدن عملیات علیه مهاجران کار و زندگی زنان مهاجر را هم سخت و مشکل و از اول زندگی عذابم دادی. مهاجر زن تاجیک بعد فرار از تعقیب پلیس عذاب و مشکلات خود را با این دو مصرع تصویر کرده است. وی و همراهانش در کرسنر از یک رید پلیس گریخته اینجا پناه بردند. 3 ساعت شدم اینجا گشتیم. 10 کسامونو بردم و کار اومدگیم پولیا. از لای در اومدیم، آب در اومدیم، درونی درختای خوردار در اومدیم، گریختیم. پارتینکه همو در رید کند همه. این زنی مهاجر نمیخواهد چهرش را نشان بدهد. در یکی از کشتزارهای کرسنر کار میکند. میگوید از ترس پلیس به خوابگاه برگشتن نمیخواهند. اینجا لیس جانکو در عذاب مردم. شدید شدن عملیات علیه مهاجران کار و زندگی زنان مهاجر را هم سخت و مشکل و هم آنها را ترسان و گریزان کرده است. شاهده 1 سال پیش بعد جدا شدن از شوهر برای تامین فرزندان به روسیه آمد. میگوید پتن ندارد و با ترس و هراس و پنهان از چشم ملیسه ها به بیرون می رود. پتن 600 چی دیگه نسپردم پتن ما. اونی که مثال 600 پتن میسپاری، 6000 کوارتیر میسپاری. همه ایده پتون باشگاه مرایی کنم استوزای خیلی نمی چی میکنی؟ گریخته بجا یک روز پیش ایدی قربون ملیساتو دهنگ داری لیفت سرم کردن حجاب نداشتم قپیدن قریب می بردنم. شاهده در تاجیکستان خانه ندارد. میگوید مجبور است در این شرایط هم طاقت کند و اینجا بماند. در این کشور و خانه پاکسازی میکند. نه خانه ارسا آمدم تازه کدیدم خونهش هم تکالو نمیده 10,000 میتر. چی میکنی؟ مجبوری ها میگوی میامیست تازه میکنی. بنا به آمار رسمی در یک سال 2022 تقریبا 130,000 زن به مهاجرت رفتند که 2 برابر بیشتر از سالهای دیگر بوده است. زنان اکثرا در خانه و صحرا و کارخانه و ساختمان ها تمیزکاری میکنند. میگویند کارشان سبک نیست ولی به فرق از مردان معاش کم میگیرند. وقتا با ترس کار میریم با ترس میوییم. ما در سکلات کار میکنیم. کارمون وزمین ساعت 8 تا 8 و ساعت 8 شب تا 8 سحر ما فقط برپا میکنیم. زلیخا علی محمد و مادر 5 فرزند بعد مرگ شوهر راه روسیه را پیش گرفت. شوهرش را چند سال پیش در حادثه ناخوش در ساختمان نیروگاه راغون از دست داد. میگه چند سال تا مستوزی که من برای شما پدر سگا مانش یا مانش شوهر راه روسیه را پیش پدر اینم یا که ما بیاین که وطن خدمت کنین. پدر اینم یا در وطن خدمت کرده است برای ساختن نیروگاهی برقی آبی راغون قهرمانان را جان داده است. این است قهرمان. شما قهرمان بخواهید شما از یک چرت پایلوچی از یک گشنه خیابانگرده که آمدن یک بیزار بودن آمدن همه را غصب کردن گرفتن بخواهید قهرمان بتراشین. من قهرمان. اگر ما دولت می داشتیم اگر ما یک انسانی بناموس و بغیرت و به شجاع اگر در وطن میشد هیچگاه زنی کسی که بیچاره در از جای کارش در زیر سنگ و خلوق مون که برای روشنایی آینده این ملت کار میکرد کشته شد. این روز فرزندان او مکان داشتند، جا داشتند، در قطار آزاده و رخشانه و تخمین زندگی داشتند.
گریه ما از اینجا هست. این هست دردی که من میخوام به کفه ببرم اینجا هست که ایرا من میخوام بگم که ببینین مردی که بیچاره در یک کارخانه دولتی کار میکرد، خدمت خودی خلق بود، به خاطر فرد آینده درخشانی که رحمانوف زبانش میقدر مردم شما آینده فلان فلانین، اون مرد در انم ساختن انم آینده درخشان روشنی این ملت جان باخت. امروز در کدام حال است؟ امروز در کدام شرایط قرار داره؟ ببین دختراش کلان در یک ملک غریب، مهاجر، در بدری، غربت، فرهنگ بیگانه. اولا وای به حال من خودم اولا سرزنش میکنم و او کسی که جوان مرد است و دعوا دارین وای به حال من. گذاشتیم که مادرام و 120,000 زنی تاجیک میبیا انام خدا قسم کثیفی ها، کسرتی ها، غجدی ها، بدبختی ها، زیاتی های رو تازه میکنیم. مادرای ما بشینیم مادر فرشته بود اما بال و پر نداشت، گفته میخوانیم. لایق شعرعلی گفت از به کنج صندلی بشنیده شبها مادری پیرم. شعر میخوانیم. ایا مادر مداری من تو بودی، گلی اول بهاری من تو بودی. گفته شعر میخوانیم. به هیچ زیر کدومی مادران از گفته از پیامبری خدا حدیث یاد میاریم. اما امروز او بهشت، او فرشته، او ناموسی ما، او غیرتی ما، او شجاعتی ما، او کسی که قدر باید شود، او کسی که گنج است برای ما، امروز میبیا خانه روس. یک الکشه که روز تا بگره مست پیان میگرده، میروه این زنی تاجیک با دستای زیبای تاجیکانش کثیفی های روس تازه میکنن، نجاستی روس تازه میکنن. روسی که زوچکه دهنی که میخواه در همون پدیز پرته میشکه با پاش، از ما میریم تازه میکنیم. این اندازه بیغیرتی، این اندازه بیناموسی. اگر رحمانوف برای من تاجیک در سازمان ملل نه در مریخ برای زبانی تاجیک دیگه بزنه، برای من هیچ ارزشی نداره زبانی تاجیکی در مریخ صدا بته. وقتی که زنی تاجیک، مادری تاجیک، خواهری تاجیک، دوسترویکی تاجیک ناموسی موت هست، امروز میره خانه دری اجنبی ده چیکار میکنه؟ تمیزکاری میکنه. در یک استرایک انشاءات میره و خدا ده ها نوارهای ردیم که زنی تاجیک میره در انشاءات ها استرایک هم مثل مردها کار میکنه. تاجیکستان با پیش، ما تاجیکا ما کوهای بلنده می مردمی ما گرینیم. توف برم کوهی بلندو، توف برم گرینگی منو. مرگ برای ما، مرگ برای این نمود ناموس، این نمود غیرت، این نمود شجاعت. مرگ به خدا قسم برای من شخصا مردنم بهتر از این زندگی هست. بنا میخوام من راضی هستم امروز زمین به کفه بدرم، ولی راضی نیستم این نمود منظره رو ببینید که زنی تاجیک بگه من بعد از شوهر من از دنیا گذشتن که در نیروگاه برقی آبی کار میکرد با 5 تا دخترکام آمدم در روسیه خانه روس تازه میکنم. من شخصا برای من مرگ بهتر است. من نمیدونم که کسایی که رشات اینه میخواین، کسایی که قرآن و سنت و حدیث و دین و خدا و پیامبر میگن چقدر ناموس داری من نمیدونم. من نمیفهم دیگه چگونه این موضوع را بها داده میتونم. من هیچ برداشت کردن نمیتونم دیگر شنیدن این نمود منظره ها را. هر گاهی که میبینم اول نفرت به خودم میکنم، وای به حال تو ولی جوان مرد، وای به حال من. اول خودم نفرت میکنم که وای به حال من که من دعوا میکنم یا مادر بهشت زیر کدومی مادر است. یعنی که ببینین بزرگی مادر را ببینین که حتی بهشت که پروردگار اینقدر به حمد و ثنا ذکرش کرده است که عقلمون طوری نمیگیره. بزرگی مادر را ببینین چقدر وصف کردن.
این بزرگی به این اندازه یک انسانی بزرگ امروز خار و ذلیل و ناتوان شد از دستی کی؟ از دستی پلید، کثیف، رذیل، ناتوان یک گروهی گرسنه، یک گروه چما، یک گروه خیابانگر، یک گروه هزار کنده پایلوچ که از کوههای دنغره و درواز و بدخشان نمیدونم از کجا آمدن امروز راهبر شدن که زن و خواهر و مادر این ملت در بدر است. یک گروه پایلوچه آمدن به خدا راهبر شدن، گشنه‌هایی که سیر نمیشوند در تاریخ. میلیون جمع میکنن، غصب میکنن، غارت میکنن، باز هم کمی میکنن، غصب میکنن. یک گروه گرسنه‌ای که یا سیرایی ندارن آمدن غصب ما و شما را کردن، در حق ما و شما تجاوز کردن. ما باشیم تاجیکستان با پیش مردم ما گارنی ما کو و خدا قسم یگام چی نیستیم. وای به حال ما، وای مرگ برای ما بر این یک ملت بی ناموس و بی ارزش و نمیدونم هر چی که بگیم ارزنده است. من معذرت میخوام شاید قهر بکنم، شاید سخت گپ بزنم و خدا قسم هیچ هر دعوای من میگم دروغ است. نه رودکی داشتیم، نه عینی داشتیم، نه خیام داریم، نه بدیل داریم، نه حافظ داریم، نه تیمور ملیک داریم. ما هیچ کسی نداریم. ما چه لولیک خیابانگرد چه روسیا بودیم در تاریخ. هیچ چی نداریم، یگام چی نداریم. بیزار رودکی هم ترک باشه و اجنبیش هم ترک باشه و عرب و نمیدونم ازل باشه. دروغ است، دروغ است. در برابر این قدر فرهنگ، این قدر ناموس و شجاعت و غیرت ما را چی بلا زد است؟ پس که 4 تا پال پیتوقی 4 تا من منظرت میخوام هزار کنده پایلوچ آمدگن یگام را در حق ما و شما 30 سال شد بلیازی خدا تحقیر و تجاوز کنیم. 30 سال سالی کم نیست که ما امروز بشینیم خاموش باشیم. وقتی میبینی از این ناامیدی و از این بدبختی و از این بی‌غیرتی گپ میزنی، باز هم یک گروهی پدر سگی مادر لعنتی حرامزاده ها پیدا میشن که میبرن در برابر این گپ میزنن. جای گپ من دروغ است. امروز آلی زن ببین در نیروگاه برقی آبی کار کرده است. امروز اگر دولتی که در اونجا انسانیت راهبر میشد، خانه دولتی، مکتب دولتی، معاش دولتی، غذای دولتی، باغچه کودکانه دولتی، بیمارخانه به پول رایگان باید تا وقتی که هستن اینا باید از حساب دولت بخرن بگردن، حلالشان باشه باید، چون پدرشان برای خدمت این وطن درگذشت. درد میکنه و خدا بسیار درد میکنه. ما را میگن بیاین از داخل وطن بیاین در وطن خدمت کنین. قدری کسی را که در او وطن خدمت کرد ندونسته. من برای شما برای شما برم باید خدمت کنم. من خدمت برای او جوان مرده، برای او مادر، برای او خواهر، برای وطن میگم که قدری او خدمت ها بدونن. شما چماهایی که شما گرسنه‌های پایلوچ خیابانگرده که قدری خدمت یک جوان مرد نمیدونین، زن و کودک زن و بچه در کوچه میمونن. ما برام برای شما برای نامردا خدمت کنم، برای شما برای چاپلوسای ابله باید خدمت بکنم. هر کسی که امروز در همین نظام نامرد و ناتوان و چما و در بدر در خدمت است، من میگم یا آدم نیست، از این عالم نیست، اهل فرهنگ و اهل دین و اهل انسانیت نیست. هر کسی که در همین نظام پدرسگ بناموسا و بی‌غیرتا میرن خدمت میکنن، براشون الگو و نمونه هستن، با میگم یا آدم نیست یا از اهل این عالم نیست، اهل 4 پا است و 8 پا است و اهل کدام نمیدونم جین و اجینه دیگر است. آدم نیست. خداوند انسان در بهترین صورت و بهترین عقل خلقش کرده است. انسانی که در برابر دیدن این همه مشکلات، این همه تحقیر، این همه تجاوز، این همه ناتوانی ها باز هم دم کونینا را گرفته در از وطن فخر میکنه و در اونجا زندگی میکنه و بیایم پشتوی میگه. من میگم او از این آدم نیست، از این انسانیت نیست. او برای او انسان بودن من شک دارم که حرام است. او بهترش از طبقه شیرخورا بگیره یا کرستانی و یک نباتات بگیره. برای دیدن این منظره واقعا برای من دیدن این همین خواهرک و این همین مادر یک درد است. همه خیلی همون ناموسم اجازه نمیده من داد بگم بگیریم، والا به خدا اگر بخوام زار در قطار اینها بگیریم، ولی من هیچ گونه نمیخوام آبی چشم برای 4 تا نامرد و ناتوانی شامت ضعیفی و ناتوانی من. والا این دردی من است، این درد است برای من، این جوان مرد برای من درد است. من نمیدونم شما چی قبول میکنید. شخصا برای من یک ماتم است، یک درد است. گرفت. شوهرش را چند سال پیش در حادثه ناخوش در ساختمان نیروگاه راغون از دست داد.
میگه چند سال تلاش کرد از شرکت صابر که شوهرش در آن کار میکرد برای فرزندان نیمه یتیم جبران پولی بگیرد، اما دعوایش پررقانه نشد و فرزندان را در خانه خویش و تبار مانده مهاجرت رفت. چند جایی که من مراجعت کردم، چند جایی که من عریضه نوشتم، عریضه ما فقط امی جوابش امی اجداد نی. حامیان حقوق میگویند ماه‌های اخیر بازداشت مهاجر زنان هم در روسیه بیشتر شده است. به گفته آنها به فرق از مردان مهاجر، زنان اکثرا پتن ندارند و بود و باششان را رسمی نمی کنند و این مشکل آنها را در کشور بیگانه دوچند می کند. بسیار هم زنان هستند که در اینجا کار میکنند، اصلا با کارهای یعنی سیدلکگی بگیم در همون خانه یگان کمپیر نگاه میکنند یا اینکه کودک نگاه میکنند، اصلا با همین کارها مشغول هستند و در این کارها هم معاش اونقدر بلند هم ندارند و از بس که اون که بیرون که نمیبراین و اکثریت حجت نمیکنند. متاسفانه در همین هفته راستی برای من 2 زن مراجعت کرد برای اینکه در جای کار با پاتنت مسکو در ولایت مسکو خپیدگی بودند، اونا رو گرفته دیپورت کردن. حامی حقوق تاجیک میگوید در برخی حالتها زنان با کودکان خردسال هم دستگیر و در بازداشتگاه موقت نگهداری میشوند. همصحبتان ما زنان مهاجر تاجیک میگویند برای همه آنها دوری از فرزند سخت است، اما به خاطر تأمین آنها و با امید دریافت سرپناهی در کشور مجبورند تمام این سختی‌های مهاجرت را تحمل کنند. خب بفرما زنگ دیگر. استغفرالله. بله. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام مونده نباشی. سلامت باش. فرم برادر. من گمان میکنم در همه جا که این چی گونه ملت باشد همون گونه پادشاه. اما خداوندم گفتگی است که همون آدمی که حرکت کرد حتما برکتش میبینم. من فهم میکنم که ملت چه این قانون بالای ملت برآورد خلق کردن ملت و قانون بالای ملت برآوردن خلق کردن ملت و ایشا بیگ اساس بردن زندان کردن ملت خلق کرد و ایشا بیگ اساس برآوردن کشتن ملت خلق کرد. در آخر چی شدن ملت شد غلام، ملت شد از همه ملت شد دربدر. در اصل ملت خودش گناهگاره. همین قرقیز و قزاق و ازبک من میبینم خیلی و خیلی از همین تاجیک شجاعت ترم. از چه خیلی باشن نباشن از ملت حکومتشون طلب میکنن اوقات چیزی برا. وقتی که حکومتشون یگون چی قانون بالاشون میبرورن ناراضگی خودشون بیان میکنن. در ملت خودمون دیده یگون برام خیلی که حکومت یگون چی برآورده باشه مردم ناراضی باشه. دیده ندیده. برای چی؟ برای که مردم شجاعتش شکسته. مردم دیگه گپ زدن نمیترسن. یک دیگریش میترسن حتی که او این یگون آدمی امنیت یا که یگون خبررسانی امنیت هستن. خیلی است. این اوز میبرن طرفدارای رامور میگن همه صد فروزه، میگن سویت همه فروزون یگون کمبودی نیست. مردمی که دیده سه همین عذابو یا شنیده سه همین عذابو را ولی باور میکنن با همین گپی همین کیو دا گپی همین طرفدارای رامور. برای چی؟ برای که برآمده گپ زدن دل ندارن، شجاعت ندارن که برای بگن که نه مرده که خوب تینجا خطا کردستی
چیزی که گفتم بله، چیزی که گفتم بله. خوب گفتم اومدن مردم تا آن روزه همه رسیدن. امروز مردم تاجیک در شهر روسیه یک پایا شده. یگان کس به دودشان نمیرسه. حکومتی که باید طرفداری از مردمش کنه واقعا تماما نگاه نمیکنه. آن یک بزرگ هست وقتی مسکو بودم بزرگ سخت چی بود؟ بزرگ صدوات باور کنین زنای تاجیک در دستشون عروبه در درون عروبه اسارتمنت کرده در درون بزرگ تو میخنن. تاجیکی گرد زدیسیم. یک روز رفتم هم خیلی بزرگ دیدم من گفتم در چی کافی گفتم ایش بهش تاجیکی گرد زدن. یک من فهمیدم شما تاجیکیم؟ بله تاجیکیم. اینجا همه تاجیکه گفت این همین بزرگ نیست بهش تاجیکه گفت. بینین مردم در کدام حالای یا میبروین میگن همه 100% در اصل یا نمیخواهن کمبودی مردم از نشان بتن یا میخواهن رو پوش کنن. برای چی؟ برای که زندگی خچون 100% یا در هم خیلی ویگت نیه یا میخواهن که هم مردم غلام باشد. ما شاهانه زندگی کنیم. فرزندای ما شاهانه زندگی کنن. فرزندای ما پیش محصولات پیش ماشینا بشینن. یک برادر یک پیش یک چند تاش برای تقدیر رحمان برامد حقیقت چه گفت تو باشی چیکار میکنی؟ گفت فرزند خیلی جا میکنی. من باشم فرزند خیلی گفت راست شد. گفت امروز حکومت هم خیلی همه خیشت فقط در جای لای جوک هسته. مردم عادی چی؟ مردم عادی غلام در بدر خاک بسر. یک همسایه داریم کارگری دولت های. من هم میگم که باید چی در 1 هکتار جا خونه کردگه. خونه هایی که همسایه که در برش هسته بالای بومش ده سنگ و پکرشکا و مکرشکا که شفیری بالای بومش در شمال نپره. در انم خیلی خونه ها تنگی خونه سن تر بر کردگه. که کارگری دولت های. یکم کس میپرسه همراه پول ایک جو میگیره. هیچ کی نمیپرسه. امروز رحمان هم خیلی چیزا دا اجازه داده. چه خیلی میخواهین ورد کنین، چه خیلی میخواهین زندگی کنین، ولی مردم دا نومی مردم دا بشنونه. گرزدگیش بشکنین. این خیلی سیاست شنونده. اون اول حجرویاش این یک نمایشه برای مردم. سلامت باشی برادر. خیلی خلاصتون خطون برورین مردم یهودی. سلامت باشی. تشکر. زنده باشی. زنگ دیگر. وقت دیگر راستی. بله. بله. سلام علیکم. علیکم السلام. بیروز خیلی ساز خوبی جورا. بشاو تشکر. همه برنامه خودت صدای مردم از صحبه هم کنه. خب. همین ما مردم هستیم. از بعد یک نفر پیشتر یک
نیم ساعت پیش به صحبت کرد یک برادر درباره خود شاعرها و نویسنده ها گپ زدی و اون مرده که خوب باعث نسبت پیشوی ملت سخنان خوب گفت. چی باید همه کارا را شما همه خیلی دیده و دونسته میدونی که همون بچه راست میگه و همه نمیخوای که با کلا بگیری. چی راست میگه؟ یک وطن فروش این برین از سینه و خیام بدید بالا میدید. من توف کردم با او برداشت بالاش، میفهمی؟ طرف هم مثل همون با خیلی نگو دروغ نگه مرده خوب در افیر کی هستی شما؟ یک وطن فروش خائنی که اگر هر دفیر در هر گپ هم بگم یک خائن و وطن فروش آوردن که ناموس زن آورده است در عرصه بین الملل در فدراسیون روسیه نمیدونم دست نگه روز کرده است، شما اومدین او را با الگو و برام قهرمان بشمارین. برین در منبر خودتون در پیش زناتون گپ زنین او را بر تعریفش بگین که این وای رحمان رو گرین از زنک جون. فهمیدین؟ شما روز تو روز میبینید با همین عصب انسان با ناموس و با غیرت و شجاعت انسان بازی میکنین. یک وطن فروش خائن اومدین از یک کسی که تاریخ ساخت، از یک کسی که نسل معرفی کرد، از یک کسی که امروز دنیا از علمی و از دارایی و از نمیدونم ایدئولوژی او استفاده میبره. شما یک خائن وطن فروش در برابر اونها میمونین و دعوا میکنین فلانی گپ لاش گفت فلانی گپ لاش گپ راست برا زنگش میزه پیش خانم بر قطعش بشین یک جای گوش کنین راست میگه تماشا کنین. این منبر جایی نیست که شما بین چرت و پرتاتون بگین. فروش خائن اومدین از یک کسی بله معرفی کرد، از یک کسی که خاموش کو یوتیوب الو یوتیوب تو خاموش کنید بس صحبت کنید. الو بله سلام. بله سلام علیکم. علیکم السلام. بابا سلام. همین دو وای دوره نمی تماشا کردیم تو نمی خاک دو وای دوره خاک کمی موجود شدیم. همین محترم جناب اولی وینوات که ما موجود شدیم. البته همین دمت هست. برای چی وینوات هستم مویسون؟ مایل خبر اولی بخوام که وینوات بدن شاید بگیر بعد بیو گفت سلام علیکم تشکر زنگ دیگر. بیا چیکار تو نکنید. تو زمانی که همین غلامی با کلا میگیرید تا زمانی که منقور دستی خیلی گپ زدن معنی نداره. بله. الو سلام علیکم آقا. علیکم السلام. شما صوت پنج. تشکر. برادر جان در همین مردم تاجیک در همین مسکو میبیاد برای که تماشای سیاز نمی در تاجیکستان برای که مردم پتن میکنن پتن 75% پول پتن در فوند تاجیکستان میرد 25 خواهیدش برای خودی کار کرده و همین مقصد نمی در تماشای سیاز از پشت مهاجرت پول کار میکند برای که چی؟ از استودنت مقصد میخواند در تاجیکستان 4 سال در 4 سال اگر گفتیم 15,000 پول رسال میکند 15,000 پول رسال میکند 15,000 دلار پول رسال میکند میرد کار میدارد کارش 700-800 سامان اولی و 50 سال کار کند که 15,000 دلار کار کرده نمیتواند گوش هم میفروشد مقصد میخواند یا چیزی در کارش هم که من یک چی میبینم دیگر یکم چی ندارد مجبور رسیه میبید میگود که تمام سیوز نمیدارم تمام سیوز که نمیدارد تمام سیوز برادگه مردم جنگ میبودد به تمام سیوز من جنگ بودد از مردم عقد راه داشته بوده اسپرام جنگ خودم بچه هم دیدازم یکم آدمی زنده نیست که براش گرد زند میگون که ما تاجیکستان بتش چه تاجیکستان بتش تاجیکستان با مرزی کاری عربستان نمیدید میبرون داد میزنن تاجیکستان بتش تاجیک مردم برابر قرقیز قدر ندارد در مسکو در یکان جو قدر ندارد فکر نمی کند که من مسلمان ما وقتی مسلمان باشم زن و فرزندم میپردم در تاجیکستان میبیام مسکو 5 ماه نروید زن عدل کنید اوجه چه گم نکاح تمام باید اتش زنک 5 ماه دور شدی زن از به توشه طلاق و در دل اسلام هم خیلی لیسته که اگه همین گپ هم نوتوری باشد گو که راجون گپ هم نوتوری
نه در تاجیکستان مردم روز دارن نه در روسیه روز دارن. بعد یک آدم نیست که برات گوتی ای تو چاکر گشتی 50 تا завод کیلو دارد در تاجیکستان 50 تا 1 کیلوگی هم سال کن که در یک روز завод کیلوش 1 کیلوگی اگر کیلو برود 50 کیلو در این 30 سال کجا بردیم که کیلو تاجیکستان یک заводش هم میدارم که در یک شبانه روز 24 کیلو استحصال میکند یک заводش در رایون پنجکین و دو طرف طویل‌تر یک 25 دیگر завод کیلو دارد در رایون آینی 15 دیگر завод کیلو دارد کلان مایده انا گفتیم 50 تا завод کیلو 1 کیلوگرم 50 کیلو در این 30 سال این کیلو کجا رفت مردم پول سهمیه میگرد پول سهمیه بعد 2014 پول سهمیه برمیگردم خیلی 2023 شد من مسافر داریم وسیعت پدرم 600 700 سامان کار میکنم من در 6000 سامان سهمیه بگیرم برد پدرم اما مجبور خریدم لیکن اویلی که پدرم 700 سامان اویلی بله او یعنی کل 950 سامان اویلی شده گفت. سلامت باشی برادر تشکر جگه آدمی ساله باشه برد زنده باشی این چاپلوسای بود که خیلی آمده چی نکنم حراما باش زنده باشی. خب دوستان عزیز از این زیاد نمیتونم راستی صحبت ادامه بدم به خاطری که واقعا بسیار دشوار است حرف زدن بعد از مورد وقتی انسان بسیار احساساتی میشه و بعضی ناراحتی وقتی پیشش میبینی نگاه میکنی درد وقتی خودت احساس میکنی گمان میکنی که درد خودت از یک عضو بدنت وقتی درد میکنه گمان میکنی واقعا سخت تموم میشه و واقعا صدا از دلت دیگه نمیتونه بیرون بشه و میخوای چیزی بگوی حرف بزنی برای کسی میخوای پیغام تا برسونی که گوشت بکنه ولی چند طرف نگاه میکنی وقتی هیچ که گوشت نمیکنه بسیار میخوای برای با تنهای داد بگوی با تنهای راست بگوی که پروردگار و این ملت چی شده است ای پروردگار چرا ما خدر ناموس و غیرت از دست دادیم چی اشتباه کردیم گناه ما چی بود گناه ما گجای اشتباه داشتیم گجای نمیدونم حق کسی را خوردیم چیکار کردیم که ما را خداوند در این یک وبای بسیار سنگین یک مصیبت بسیار دشوار یک درد بسیار دردناک پروردگار برای ما داده است که ما هیچ دواش پیدا نکردیم دواش نمیدونم از ناموس دور موندیم از شجاعت دور موندیم از غیرت دور موندیم هر کسی توانست ما را استفاده بود با راه خودش با طوری باید و شاید وقتی چیزا رو میبینی وقتی احساس میکنی که حرف بزنی گپ بزنی داد بزنی نگاه میکنی کسی طرف نگاه نمیکنه و همه از که میگوید کمی آرامی برای یک گوشه آرامی برای بشینی خودت راز دل تا به پروردگار بکنی و فکر میکنم او بهتر است از اینکه که حالا من چند ساعت دیگه بشینم با شما گپ زنم خب ترش یک کنار بریم در یک جا بشینیم خودمون همراه با پروردگار راز ما را بکنیم درد ما را بزنیم شاید پروردگار ما را گوش میکنه شاید حرفی ما را دردی ما را شاید پروردگار میشنوه که ما چی درد داریم داد و فیغان و دعوای ما چی است ما چی رو میخواهیم شاید خداوند ما رو میشنوه در این شکی نداریم اما کسی دیگر نتوانی شنیده هرگاهی که صدا بلند کردیم حرف زدیم از این بی‌غیرتی گفتیم از این دربدری گفتیم از این غربت گفتیم از این سنگی ملامت ها گفتیم از این به عزتی یک خواهر و مادر گفتیم از آب چشم مادر گفتیم از خیانت گفتیم از تجاوز گفتیم از تحقیر گفتیم از فرار و دربدری گفتیم از فروختن پارچه زمین گفتیم از نبودن مسئولیت گفتیم از هر چیزی که رب به یک انسان داشت گفتیم ولی باز هم
тараф беаҳамияти гӯё ман ира намегам, нафари баъдиро мегам. Нафари баъдиш ба умеди баъдӣ аст. Нафари баъдиш бо ба умеди баъди дигариш аст. Ямихе зина ба зина мо умед ба касе дорем, ба чизе дорем. мутмаин бошем ки мега худо ба он миллат сарварӣ дод ки тақдираш ба дасти хеш бинавист. Ба он миллат худо кори надорад ки деҳқонаш ба дасти дигаро кишт. ҳеҷ вақт дигаро, ҳеҷ вақт аҷнабӣ, ҳеҷ вақт як хориҷӣ намебиёд замини моро кишт бикуна ва дар замини кишти мо ҳосил барои мо шумо бикора. ҳатман ӯ кишти ӯ ба хотири худшон аст. ва дар паси он барномаҳо ғалазию нотавонию барномаҳои шуми дигар дар фикру ёдҳошон аст ки мехоҳам болои мо шумо пиёда бикунам. чӣ тавре ки раҳмонов бо ин пайкару бо ин низомаш барномаи шуми бемаънӣ барои сари мо шумо дорад ки моро аз ғайрат, аз шуҷоат, аз номус дур кард ва дар ҳама ҳолат ҳар аҷнабирам ҳамин барномаро дорад. ҳеҷ кас ба хотири пешрафти як миллати дигар сармоягузорӣ намекунад. ҳеҷ вақт ба хотири сарбаландии як миллат намебиёд пайса бимона ки ту сарбаланд бошав, миллат сарбаланд бикун. ҳамаи маблағгузорӣ, ҳамаи сармоягузорӣ берун аз мардумӣ бошад, ҳатман дар онҷо барномаи хуфта аст. хоб дӯстони азиз, дар охир бори дигар ба тамоми аҳли зиё, аҳли қалам, аҳли забон, ба тамоми он рӯзноманигорону касое ки забони модарию дарӣ барошон азиз аст, иди забон бори дигар муборак бошад. иншоалло ҳатман умедвор ҳастем ки рӯзе мешавад ин рӯзи таърихиро мо шумо бо ҳамроҳии якдигар ба рӯзи воқеъ аслии худаш бармегардонем ва он касое ки дар бахшида ба ин рӯз хиёнату таҷовуз карданд дар назди қонун ҳатман ҷавоб хоҳанд дод. аллоҳ ба тамоми муҳоҷирону мазлумону бечорагону фирориёне ки берун аз ватан қарор доранд барошон сабри ҷамил ва ҳарчи зудтар бозгашт ба ватанро таманно дорем. ва ба умеди пирӯзӣ ва сарбаландӣ рӯзҳои нек ҳамаи шуморо ба худо месупорем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.